هر سال در دنیا 8 سپتامبر چون روز همراهی ژورنالیستان تجلیل می شود. به همین خاطر در بنای شرق آزاد در شهر دوشنبه همایش ژورنالیستان برگزار گردید و به موضوع اکبر ستار رمز همراهی ژورنالیستیک تاجیک بخشیده شد. به خاطر نقش اکبرعلی ستار در ژورنالیستیک تاجیک، علل خصوص در ژورنالیستیک معاصر، یعنی در موقع ژورنالیستیک آزاد. اکبر ستار واقعا هم در دوران استقلالیت برای جان تازه بخشیدن و مطبوعات آزاد تاجیک خدمت بزرگی کرده است. بجز این همچون رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان برای احیا و رشد مطبوعات ما نقشی با سزای گذاشته است. اکبر ما کوههای الپ ما را گذاشت، کوههای غرور ما را گذاشت، کوههای کوههایی که در قله های آن ما افتخار از خود داشتیم. همه همین ها را اکبر گذاشت تا ما را به یک سمت معین ببرد. اکبر در تاریخ ژورنالیستیک تاجیک نخستین و شاید به بازگشت رئیس بود که اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان رو با وزارت ژورنالیستان تاجیکستان تبدیل داد. در تمام سطح‌های دولت و حکومت اکبر رو چگونه بشناختن؟ وزیر ژورنالیستان. این روز خنده‌آور است، اما وقتی که شکایت‌ها میشد میگفتند که مثلا گازete فرج یا که SSL یا نگاه یا تاجیکستان یا دیگر یک مشکل دارد کدام یک ژورنالیست، حتما با اکبر مراجعت میکردن. روزهای اول اکبر که میخواست با اونها فهموند که اون وزیر نیست، این یک جمعیتی هست که هر ژورنالیست آزاد است. و اما چون دید نمیشود با اونها حتما وعده میکرد که من بیشتر اطلاع داشتم، میگفت من او رو با کرس کاویار دعوت کرده جزاش میدم، گوشاش میکشم. و همین کانفلیکت از میان میرفت. اکثریت کانفلیکت هایی که ها اکبر بودن، اینها با انمون طبع ذاتی اکبر حل و فصل میشدن. اکبر بسیار مرد کانفلیکت ها بود. من حتی یک تزی سام نوشتم، من گفتم اگر در دوران اکبر می بود شاید روزی نو نیروی سخن بسته نمیگردید. من باور دارم بسته نمیگردید، چون که اکبر می توانست که همین کانفلیکتی طرفها را از بین بردارد. اکبر تا اون وقتی که رئیس اتفاق ژورنالیستان برگزیده شد و الکی رئیس ما بود، رئیس غیر رسمی و نامنویس نشده هر یک ژورنالیست تاجیک بود، چون که همیشه در کار اکبر، دفتر کار اکبر آدم‌های می اومدن همه روزه که یک پرابلم داشتن، یک مشکل داشتن و اکبر همه اونها را حل و فصل میکرد. اکبر ستار چهره ماندگار مطبوعات است. در بحرانی ترین زمان زندگی مردم تاجیک در ابتدای سالهای 90 با تأسیس یک زمره هفته‌نامه ها به خاندان میلیون ها ساکن کشورمان راه یافت. اکبر در حقیقت تمثال همراهی و میتوانستی دیگران را منتقل سازد برای ضرورت این همراهی، ضرورت پیش بردن آزادی بیان در تاجیکستان و با اکبر اعتماد کردن ممکن بود. یعنی اکبر شخصی با اعتماد بود و با وی درد دل، راز دل رو نه فقط همچون یک شخص بلکه همچون یک کس رو گفتن امکان داشت و همیشه با مصلحت و با دستگیری خودش همون نیتی که شما برای گفتید به انجام میرساند، عملی میکرد. اکبر در دهه موافقت به دنیا آمد.
در این جهت از ما دیگر نشانی نیست. چنان پیشنهاد دارم که از اون جهت برآورد اکثر از آن روزی که بار دویم به روزنامه‌نگاری رو آورد از سال 1993 یک پاش در شرق آزاد بود و یک پاش در خانه‌اش و گمان میکنم که خانه اساسیش نیست همین شرق آزاد بود. خاطره نیک این ژورنالیست توانا، انسان خیرخواه و نجیب، در صحیفه های مطبوعات ما با خط زرین نوشته شده است. اکبری ستار برای ژورنالیستان همیشه چون رمز همدلی و همرأیی باقی میماند. گردش فلک اکنون گر مرا دهد فرصت، نسخه ها همه سازم، بیم از اجل دارم. ماوی حیرتم تورل، من ز گفته بدیل، به تو زنده ام یعنی مرگی به اجل دارم.